سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. من تاکس هستم و امروز اومدیم با سیزن 4 فورتنایت یا اون سیزن جدیدش اومدیم که بتل پسش رو نگاهی بیاندازیم و بگیم که خوبه یا نه، ارزش خرید داره یا نه، کلا چند نمره میگیره از 10 نمره. و میدونم انقدر به حرف ما اهمیت نمیدید، ولی خب بریم که داشته باشیم. فقط قبلش یادتون نره که ساب کنید، لایک کنید، یه کامنت برام بذارید و اون زنگوله هم فعال کنید که اولین نفری باشید ویدیو منو ببینید. و همین، بریم سراغ گیم. خب بریم سراغ بتل پس ببینیم که چه چیزایی اضافه شده. اولین اسکینه که وقتی میگیریش بهتون میده دیگه، حتی اگه لول 1 باشید. بلو آرمور، یه نگاهی بهش بیاندازیم. خوبه، شبیه اسکین هیلوه. و پیککسش بدک نیست، رپانش اوکیه. اسپری چرت، وایس من یه چی یادم. اسپری چرت بک بلینگ خوبی داره به خاطر اینکه متحرکه. لودینگ اسکرین باحاله. دیوایکس باحاله، جالبه، باحاله. لودینگ اسکرین خوبه. این قرمزش بهتر از آبیشه. دیوایکس خوبه. اسپری باحاله. و قرمزش احساس میکنم قرمزش بهتره. این چرت و پرت چه خاصی نیست، واقعا چرته. لودینگ اسکرین چرتی داره، چرت و پرت، ضعیف. نه این خوبه مثلا نه این خوبه، خدایی خوبه. مثلا دنس بغل و اینو بالا. اسکین خدای خودش خوبه، چون من خودم اینو هستم. اسکینا بتل پسا نه، از چند تا بتل پس قبلی بهتره. چرت و پرت، نه مایکل آنجلو، این چرت و پرت عالی. قدرت خوب نیست اون وقت دیگه، خیلی اونقدر خوب نیست، دختران است. لودینگ اسکرین چه خاصی نداره، باحاله دیگه. مثلا یه فایت هم مثلا جنگی نیست، لودینگ اسکرینش باحاله. مثلا سفیدش بهتر. واقعا این 4 اسلاید بعدی واقعا چرت و پرتن. ضعیف انیمه خیلی چرت، همه چیشون. پیککس چرت و پرت، لودینگ اسکرین چرت و پرت. اینش فقط باله، چون اینم فقط به خاطر اینکه رشد میکنه حین بازی. بامبوه چرت و پرت. ضعیف یعنی گلایدر این چرت و پرت‌تر نمیتونی تو عمرتون پیدا کنید. این دنس هم گفتم، این دنس اگه مثلا با اسکینا دیگه هم بشه زدش خوبه، چون مثلا با اسکین لیون بزنیش باحاله. اسکین چرت و پرت، واقعا چرت و پرت. سفیدش بهتر بود نظرم. اینم باز همونه. خب اینم دیدیم همونه، چرت و پرت واقعا. حتی اگه میخواید اینو بذارید سفیدش بذارید، خیلی چرت و پرت. این بدی نیست، مثلا یکی بکشی اینو بزنی، ولی خب چرت و پرت. دو اسلاید بعدی هم چرت. پیککس چرت و پرت. آخه این چیه؟ اصلا واردش میشی دوست داری اینطور حرف بزن؟ آی خدایی، آخه این چیه؟ بیشتر آوردید. لودینگ اسکرین از این چرت تر یعنی نیست. بک بلینگ واقعا به درد میخوره. یه کیس کوچیکه، فقط اینجا داخل این 2 اسلایس بهتره. بی باکس نیاز بگم چرت و پرت. این خوبه چون یه دنسی هم یه
مثلا جی خوبه، یکی بکشی فشارش کنه. این چون خیلی رنگ و رنگ دوست داره، خیلی واقعا چرتن چیه. وی باکسش فقط چون 200 وی باکس میدین درست لایف خوبه. این خوبه چون یه چیه من دونه از اینا خودم اوجیش هم اینو داشتیم، هستم. جی بود، اونم خوبه. بعد نیست بدهیم بازم برو بیرون. چرت و پرت. چرت و پرت بگم بازم نیاز چرت و پرت. چرت و پرت. لون اسکرینش بد نیست، فقط به خاطر مینیگان. چرت و پرت. خب این دنس خوبه ها، ولی فقط به این اسکین میاد دیگه. خب خود اسکین نیازه بگم زردش بهتره. این گلایدر هم بخاطر این شبیه گلایدر اوجی خوبه. وی باکس عالی، قدرتمند. چرت و پرت. چرت و پرت. من خودم هیچ موقع از اینا استفاده نمی کنم، ولی خب حتی مثلا خیلی چیا بهتر از اینا مثلا ضعیف میخواید اینا ضعیف ضعیف. چیش خوبه، لودینگ اسکرینش خوبه. اگه ماسک داشت بهتره، زرد با ماسکش بهتره. چرت و پرت. خوبه بد نیست، یه عنکبوت گنده برجسته. چرت و پرت. یه پاندا که داره با یه مگس و یه ربات و یه دختر حرف میزنه. این چه لودینگ اسکرین نیاز بگم این چیه اصلا؟ معلومه پیککس من خیلی چرت و پرت. خوبه. اسکین خوبه بخاطر این لاغره، ولی بدون عینکش بده. چرت و پرت. خب ببینید شما میخواید چرت و پرت. چرت و پرت. قدرتمند. چرت و پرت. چرت و پرت همونه، فقط بنفش. چرت و پرت. و خب میگم بنفش بدون من عینکش خودم بهتره. اینو هستم. از هر لحاظ نه این چی بود، از هر لحاظ که حساب کنیم بنفشه بدون عینکش بهتره. و خب این چه دنسی خدایی. چرت و پرت. این خوبه چون یه چیه کلی از مثلا بتل پس خوبه. این استایل چاقو زدنه شبیه استایل چاقو لیونه. این خوبه، چاقو باحالیه اگه اون رد و برقانه بود. چرت و پرت. گفتم من این اینا استفاده میکنم، ولی بخوام استفاده کنم خیلی چیه بهتر از اینی هست. خود اسکین واقعا چرته، یعنی هیچ موقع قرار نیست یا کسی با این بازی کنه مثلا بشه اسکین ترای هاردش یا هرچی. و خب طلایش بهتره. آره طلایش خدایی بهتره. لودینگ اسکرین بالی داره با اسکین مخفی، فکر کنم اون ربات پشت اسکین مخفی، فکر کنم باحال. چه بالیه. چرت و پرت. قدرتمند. چرت و پرت. هیچ موقع قرار نیست من از این گلایدر استفاده کنم چون واقعا چه خاصی نداره. گلایدر دیفالت بزنید خیلی بهتره. و قدرتمند. استایل طلایش به نظر من طلایش با اختلاف بهتر از سبزش. خب بریم استایل دوم. این چی استایل دوم یعنی گلایدر چرتیه، گفتم هنوزم چرت و پرت. هیچ وقتی قلبو نمیذارید رو لاکرت، واقعا چرته. وی باکس گود اسپری. چرت و پرت. لودینگ اسکرین خوبیه، گفتم یه فریم کامل از بتل پس بالا. رپکان خیلی رپکانه بهتر از اینی هست. و من فرق اینو اونو نمیدونم، فکر کنم تو کراواتشونه، ولی خب واقعا هم چرته. اینا کلا اسکینش، کانسپت اسکینش چرته، یه پاندا که اینطوری واقعا چرته. و این هم زرد همون پیککس خودشه. چرته. چرت و پرت. قدرتمند.
چرت و پرت. برو بیرون. چرت و پرت. چرت و پرت و چرت و نه سفیدش بهتره، خدای اسکین خوبیه ولی سفیدش بهتره. چرت و پرت چون من گفتم مایکل دیگه چیه، کاور خود فورتنایت هم هست دیگه، باحاله بد نیست. چرت و پرت. چرت و پرت. ای باکس باحال خوبه، ای باکس عالی. چرت و پرت و بدون عینکش این استایلش عالیه واقعا. چی شبیه اسکین سایرن هم مثلا مسخره میکنیم ولی واقعا شبیه اسکین سایرن گفتم چون شبیه چه اورجینال شبیه چه اوجی بالا. چرت و پرت. برو بیرون. چرت و پرت. این گفتم خوبه، این بنفشی و سبزش بذار گیرد من. چرت و پرت. خب چه خاصی نداره، گفتم از این بهتر هم هست و خب قرمزش با اختلاف بهتر از سفیدش. چرت و پرت. چرت و پرت. چرت و پرت. باز آبیش بهتر بود چه پلیسا بود و همینه بقیهشون هم خوب. و اسکین مخفی که این داشمونه که باتون گفتم یه ربات گیرتمند و آره همین. من به کل بتل پسش از 10 6 و 7 میدم چون واقعا بتل پس خیلی بهتر از اینم داشتیم و همین. خب اینم از بتل پس سیزن 4. به نظرم اونقدر بد نیست، نه ارزش خرید داره، هم داره هم نداره دیگه، میدونی چی میگم. ولی خب مثلا اسکیناش بعضیاشون خوب بودن بعضیاشون هم نه و خب به نظرم بگیرینش، بد نیست وضعیت اسکیناش، شما که با همشون بازی میکنید بدی نیست کلا. و آره همین، امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه و فقط یه چی یادم رفت، ساب کن.